شیباتر. شیباتر یک روغن منحصر به فرد سرشار از مواد فعال مانند ویتامین‌های آ، ای و آلانتوئین است. آنتی اکسیدان‌های موجود در آن از پوست در برابر آسیب‌های ناشی از آلودگی‌های محیطی، رادیکال‌های آزاد و پرتوهای فرابنفش محافظت کرده و باعث کند شدن روند پیری پوست می‌شود. شیباتر به دلیل داشتن خواص نرم کنندگی، مرطوب کنندگی و تسکین دهندگی از خشکی و التهابات پوستی نیز پیشگیری می‌کند. آسکوربیل پالمیتات. آسکوربیل پالمیتات یا ویتامین C آنتی اکسیدان قوی بوده و می‌تواند علائم پیری پوست را بهبود بخشد. این ویتامین به طور گسترده برای روشن کردن پوست از طریق اصلاح هایپرپیگمنتیشن و لک‌های پیری استفاده می‌شود. عصاره زردآلو. عصاره زردآلو به دلیل دارا بودن ویتامین C و ترکیبات فنولی دارای خواص آنتی اکسیدانی است. آنتی اکسیدان‌های موجود در این عصاره اثرات ناشی از رادیکال‌های آزاد را از بین برده و از بدن در برابر تخریب سلولی محافظت می‌کند. آلفا هیدروکسی اسیدهای موجود در عصاره زردآلو نیز از تبخیر آب بین سلولی جلوگیری کرده و باعث افزایش رطوبت در پوست می‌شود. عصاره زردآلو همچنین یک لایه بردار ملایم است که علاوه بر از بین بردن سلول‌های مرده پوست، محرک بازسازی سلولی هم می باشد. عصاره سیب. عصاره سیب حاوی آلفا هیدروکسی اسیدها، ترکیبات فنولی و مقدار زیادی ویتامین C است. آلفا هیدروکسی اسیدهای موجود در عصاره سیب از تبخیر آب بین سلولی جلوگیری کرده و باعث افزایش رطوبت در پوست می شود. خواص آنتی اکسیدان‌های موجود در این عصاره اثرات ناشی از رادیکال‌های آزاد را از بین برده و از پوست در برابر تخریب سلولی محافظت می کند. عصاره سیب همچنین یک لایه بردار ملایم است که علاوه بر از بین بردن سلول‌های مرده باعث بازسازی سلول‌های پوست می شود. عصاره انگور. عصاره انگور یک لایه بردار پوست بوده که حاوی 40% آلفا هیدروکسی اسید است که به آرامی سلول‌های مرده پوست را از بین می‌برد تا پوست زیباتر و شادابتر شود. روغن سویا. روغن سویا یک عامل نرم کننده است که عملکرد سد دفاعی پوست را بهبود داده و از آن در برابر اثرات مخرب ناشی از عوامل محیطی و پرتوهای فرابنفش محافظت می‌کند. این روغن رطوبت را در پوست حفظ کرده و مانند یک سد محافظ مانع از تبخیر آب از سطح آن شده و باعث هیدراته شدن پوست می‌شود. روغن جوانه گندم. روغن جوانه گندم سرشار از ویتامین‌های ای، آ، دی و کا و مقادیر قابل توجهی از اسیدهای چرب و مواد معدنی است. همچنین این روغن سرشار از ویتامین B6 بوده که به نام پیریدوکسین شناخته می شود. این ویتامین برای داشتن پوستی سالم ضروری است، زیرا کمبود آن می تواند باعث پوسته شدن یا خشکی پوست شود. این روغن مغذی دارای خاصیت آنتی اکسیدانی بوده که برای بازسازی پوست‌های آسیب دیده و جلوگیری از پیری پوست بسیار مناسب است. رتینیل پالمیتات. ویتامین آ یا رتینیل پالمیتات حاوی آنتی اکسیدان بوده و خاصیت جوانسازی قوی دارد. رتینیل پالمیتات نقش مهمی به عنوان یک ماده فعال ضد پیری دارد. این ویتامین در بازسازی سلول‌های پوستی مؤثر بوده، مانع از تخریب کلاژن شده، خاصیت ارتجاعی پوست را افزایش داده و از روند پیری جلوگیری می‌کند.